تازه 1.5 سالش شده است. هنگامی که به دنیا آمد، دونالد ترامپ هنوز رئیس جمهوری آمریکا نشده بود. پدرش اسدالله در آن زمان هم از دوستداران سرسخت دونالد ترامپ بود. او به همین دلیل نام میلیونر آمریکایی را که حالا رئیس جمهور شده بالای فرزندش گذاشت. به اساس که فرد خوبی بودن و خیلی آثار یا کتاب‌هایی را که نوشته کردن، یکی از دو پیکرهای و اقتصادی بودن، به می اساس من نام دوستی خودم ماندیم دونالد ترامپ. این تصمیم اسدالله خالی از دردسر هم نبوده. مخالفان زیادی پیدا کرده و حتی به گفته خودش شماری از دوستانش رهایش کردند. خاطر از که دونالد ترامپ یک شخصی و که دارای ویژگی‌های خاصی هستند. به می اساس یک از ویژگی‌هایشان که اثرات بسیار مهم دارند و دیگه یک آدم بسیار جدی است و در این حال هم آدم قلم است و هم آدم سیاست هست و هم دونالد ترامپ ظاهراً کودک تیزهوش و زیرک است. از همین حالا با بازی‌های کامپیوتری آشناست و دقیقه ها را با کامپیوتر پدرش سپری می کند. دونالد ترامپ در ماه اگست سال 2016 میلادی در ولایت دایکندی افغانستان به دنیا آمد. دقیقاً زمانی که دونالد ترامپ آمریکایی سرگرم کمپاین‌های انتخاباتی بود. حالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست و شاید نداند که یگانه هم نامش در افغانستان زندگی می کند. آرزوی پدر دونالد ترامپ افغان در درازمدت این است که روز فرزندش مانند دونالد ترامپ آمریکایی شخصیت سرشناس و سیاستمدار نیرومند شود. اما در کوتاه مدت اسدالله حداقل می‌خواهد شاهد دیدار دو دونالد ترامپ باشد. یکی فرزندش و دیگر شخصیت دلخواهش در دنیای اقتصاد و سیاست.